تو در این ساعت چی کار میکنی؟ املت کمی گرسنه موندم. من برای آب نوشیدن آمدم. یا خدایا با املت عادی مونه نیست. ولی به همین این املت عادی نیست، مخصوص برای کلتکیل است. از روزهای بیزنی هم مونده است. مگر در این ساعت خورده می شود؟ چیکار کنم؟ پیش دیر خوب میکردم، پیش از خوب گرسنه میشدم میخوردم. بله معلوم. بوی خوش دارد. میخوری؟ مرحمت کنی. تشکر زیاد. در این ساعت خوردن نمی شود. خونو کرده میخوریم. یک چیز پرسم؟ چی قدر شد یک جایی؟ چی؟ با نرگس چی قدر شد یک جایی؟ نه جانم، چی خیلی یک جایی یک وقت ها یعنی میگشتیم همینقدر. با من چی جانم؟ چی قدر شد یک جایی؟ چی کار است؟ و من هیچ علاقه ندارد. تو با آخر رسیدن ازدواجمون 3 هفته دیگر مونده است. فریب خورده باز یکون کاری خطا نکنی. گوش به زهرا، ما با تو زن و شوهر حقیقی شده نتوانستیم و ما هیچ نباشد در این 3 هفته باقی مونده و فکرم یعنی دو دوستی خوب شده میتوانیم یا نه به خاطر چیزی پسی سر کرده هم میشود. اما خواطر نباشید با مالهای بخوری جسودی شمانده چیزی نمیشود. من حجت ها و شناسنامه ها رو حل کردم، خودم حل کردم. آن طرفش کاری توست اژدر. برای آنها رو به دست آوردن بسیار صبر کردم. با احتیاط باش، یگان خطاگی نمیخواهم. من که کاری نجو کردم اما خواطر نشوید. رفته در خونه استراحت کنید. زود اینها رو بار کنید، میروید. با من خوراکی مخصوصی کلتکیل است بسیار معقول شد. واهمه نکن جانم، با فکرم از سببی که تو خودت خوراک پذیر رو نمیتوانی در نظرت با لذت نمودار شد. یا خدای توبه، از کجا برآوردی که من خوراک پخته نمیتوانم؟ با خدا زهرا، من چنین فکر دارم و تو حتی این پامیدورها رو ریزه کردن نمیتوانی. اینقدر هم نه. خیر کنی؟ میسنجیم. بیار. پامیدور رو گرفتم. بسیار با منطق. کرد. خوش. کرد لغزید. پامیدور رو بین ویران شده است ویران. ای برو با پامیدور نپرتو. بین. بیا. کرد رو دور. خوش. بین. اگر این خیلی ریزه بکنی خوبتر می شود. یعنی این خیلی اینقدر هم نیده. یا خدای مهربان، محبت رو بینید. ای در این محبت افت مرده. اپا جان تو خوب نداری؟ خواب میکنیم پسرم. اینقدر پامیدوری رومانتیکی بوده است. شما محبتم را نسبت پامیدور زیاد کردید. کنیدید؟ گیر اپا بخور.
نیسته از جای تا نجوبید دست ها بالا دستاتون رو برداشته از ماشین بیرون شوید سیله ها را پایان کنه سیله ها را پس همین پرده زود زود پچنگا پلا میفهمی پرده پیستالتا استاد دستاتون نشون بید لوین اجدر رو گیر کبیا اجدری اجده ها رو کبیا دبروتا جانم قدی یک چخچه بکنه پیجا بیا در جا منتخب کن راه برم یک بار جستیم بلخک دو بار جستیم بلخک خیلی به دستی لوین گبزن به خارج اثرهای تاریخی رو دزدیده میبرید گبزن احمق در این کار با کلت کلاس یک جای هستی بله ما رو کلت کلاس فرماندو احمقی کلت کلاس کاری تو تمام شد تمام شد با مسجد ها با مسجد با کار می روی در اصل با کار رفتن نمیخوام هوا بسیار خوب است ها بله تابستان هم آمد ما در این خیلی روزها با سیلین سیر و گشت میکردیم کاش که همه چیز رو فهمانده میتوانستم حالا رفته میگشتیم اما تنها با تو گپ زدن میتوانم متاسفانه گویم اگر البته که متاسفانه نه چی گفته بودیم تا جدا شدنمون دوستی خوب میشویم بیا امروز با کار نرفته سیر و گشت کنیم اما من با مسجد نامی اون پسره که بسیار سوال میدهد چی بود؟ هجری ها به هجری بگو پیش نماز شود همه خیل کنم بله خیر چیکار میکنی؟ نمیدونم وقتای آخر همه چیز چنون بالا با بالا اومد که بسیار دلگیر شدم زهرا برای آنه که به سر تو مشکلی ها آوردم بسیار عذر میپرسم سفسطه نگوی لطفا عذر هم نپرس خیر کاری شده گذشت عذر نپرس خوشحالم بکن چی خیلی آخر؟ خوشحالی کنی میگویم پس چیکار کردن میخواهی؟ بگو از کجا دانم اما داد فریاد زدن میخواهم سرم را آرام کردن میخوام از پری دلم الکی دلم میکفد خوب بیا میرویم میرویم؟ رفتیم با خدا که من هم بسیار بی‌حضور شده بودم مایلش است اشیاهایم رو گیرم مایلش در پایان انتظار میشم بیا رفتیم بابا جون با مرکزی خرید و فروش رفتنتون فکر خوب نیست در آنجا از گشتن زیاد مونده میشوی زهرا تو هم مانند ینگه طولینت گپ نزن زهرا من خودم را چون 20 سال حس میکنم من از اون طرف گذرم مرحمت چی شد؟ از نزد جمیله دور نشو از دهانش یگان گپ زیادتی نبراید بی پروا باش برادر غمش نخور من نگاش مرا گوش کن باز از نزد تالارهای نکاح کنی نگذارید با نکاح با صورت آقای اکرم رو زیر دست میکنه نخند بیرو اگر شود خوب میشود زود بیرو بیا رفتیم جمیله جان دستت را ده شفقت با من و اکرم جان نگاه نکن یک رنگ روی عرض بزن بله تو شوخی داری
داری مگر؟ نه تو مگر نگفتی که مانند کودکان داد و فریاد کردن میخواهم؟ گفتم تمام آخر چیزی که در سرم آمد همین است. بیا. خوب هستی؟ تو چی گفته اشتاده ای؟ فریاد زن گفتم و اینقدر نیوخی. تو فریاد بزن. تو بلند فریاد بزن. باز فریاد بزن. تو را ندارم. تو میتوانی؟ کلی خوبه اتروسنگ؟ خدایا تا حالا هم از این بازیچه ها هست؟ همین رو انتخاب کردی؟ بله همین رو. این از من شد؟ بله خانم از آن شماست. نامش رو چی میگذاری؟ کالتاکیلاس. همین بینمود رو. این خرس است اما نامش رو کالتاکیلاس گذاشتن میخواهم. آدم کالتاکیلاس شود و خرس چرا نشود؟ رفتم زهرا. شوخی کردم. رفتم و تو معقول شد؟ بسیار زیبا، بسیار خوشحالم. کالتاکیلاس. لبای؟ من بسیار خوشحال شدم. تشکری زیاد. اکنون همش خوب است. اولی. یا رفتیم. جیانم از پشت تو در محبس است کالتاکیلاس. از پشت تو. الو کالتاکیلاس، اونال رو تو نجات دادی. اگر نجات نمیدادی اش در دستگیر نمیشد. از پشت خطای تو حالا جیانم در محبس است. سخرات درباره چیکار میزنی؟ سبب نجات دادن اونال رو میدونم. اونال باجه توست. برای مردن اونال مانع شده همه چیز رو برباد دادی. جیانم حالا در داخل است. دانسته باش که او عزیزترین آدمی من است. گوش کن این کار با من یگان علاقه ندارد. کالتاکیلاس، اگر گفتم رو نکنی چقدری که من برای جیانم غمگینم تو هم برای زنت غمگین میشوی. سخرات برای این کار هرگز رو همراه نکن. این از تو وابسته است. چی میخواهی؟ جیانم رو از محبس میگریزانی. چی؟ اگر زنت رو دوست داری جیانم رو از اونجا میبراری. با کی گم میزدی؟ با سخرات نیگویم و زهرا ضرر میرساند. اگر دستگیر شوم خواهر و زن دوستشم را از دست میدیم. راه دیگر ندارم. با کی گپ زدی گفته پرسیدم. یک رفیق. باز همون دختر است عجبا. حالا اگر پرسم رشک دارد میگوید. رشک دارم مگر؟ شاید این آخرین سوالهای یک جوره بودن نمان است. چرا با من این خیلی نگاه داری کالتاکیلاس؟ گروس نشدی؟ دیوانه‌وار. بیا تو رو با یک جای خوب برم. با کجا؟ سورپریز. من رسیدم یا بچه سوال جان چی کار میکنی؟ کار جستجو دارم. کار میجویی؟ آخر جای کار رو چی کار میکنی تو؟ من هر دویمان را تامین میکنم. هر دویمان را گفته کی رو در نظر داری؟ اگر من رو قبول کنی یعنی با من زندگی کردن رو قبول کنی خودم تو را نگاه بین میکنم. این چی خیلی شده است نمیک؟ سفسطه نگوی هر دویمان یک جای شوی پول به اجاره نمیرسد. سوال جان اون خونه رو که تو آرزو میکردی کو وعده میتیم که برای تو رو میخرم با نام خدا. با این واسطه از اپات خلاص میشوی. نمیک
تو بگاه یک خانه خریده بیا. اگر با تو اویلدار نشوم من بیشتر. یعنی اگر خانه رو گیریم اویلدار بشه من؟ تو بگو چون من خانه میخوام؟ تمام همش حلایه. چقدر اینجا زیبا بوده است. به حضور به آواز. زیباست. بعضا به اینجا آمده میشینم سرم رو آرام میکنم. خوراکایشم با لذتم. ببین چقدر بوی خوش دارد. بسیار با لذت میتابد. زیبایان زیبا. مرسی. این چی است؟ با پودینگ مانند است. نه عزیزم. چخیل پودینگ و چکه است. چکش چی است؟ انا کنه بیچش ایستو این خیل نخور. این رو در اصل این خیل میخوری. مرحمت. بسیار با مزه. با لذت. حالا اگر گویم که ذوق سیاه بودنت رو میدونم، اما چرا گویم آخر؟ چه خوب خوشحالی کرده ایستادی امروز این خیل ماند. اقلا یک روز بی مشکلی شود. سلام علیکم اکا. شرف چی خیلی؟ خوبم. تو در اینجا چی میکنی؟ اکا جان غلام حلقه برگوشات بشم مرا با کار گیر. چی؟ تو رو با کار گیرم؟ تو خطاگی از همه کلان رو نسبتی من بکنی؟ باز آمده اکا مرا با کار گیر میگویی؟ از دستم دفشم. اکا جان این خیل نکنه شما آدم بزرگ هستید. قبلا شرف؟ گمشد تایلاق. خیر دیگر خیل میفهمونم. اکا جان با من 500,000 در کار است. برای با سیوال اویلدار شدنمون سیوال با من یک شرط گذاشت. اگر تو بگاه خانه خرم او باز با من اویلدار میشود. قرضی داده‌تون رو خدا خواهد آیسته آیسته برمیگردونم. ها شرف؟ تو حالا به نزد من آمدی که من به تو 500,000 برآورده دیم همین خیل؟ اگر بتین ثواب میگیرید. مایلش به نزد اسماعیل رم. خانه میخواستد را به تو دید. با او بگو که اکای کنعان حل میکند. باورم نمیاد خدا از شما راضی باشد اکای خانم. تو باشی رفته به این برزگاه کمک کن. مایلش اکا خاک گیری زر شود. گم نزن. اگر باز مرا فروشی من در نزد آن خانه هیکلت را با دستم میتراشم. این را در یادت گیر. اگر هیکلی مرا تراشید من قربان شما میشم. همین مراجعکم قطعی نقدتون فروشم قرض شما رو برمیگردونم. چی خیل قرضه صدقه سرت شود از شیر مادرت حلال شود لیکن ینگه رو نرنجان. فهمیدی چی گفتی؟ خانه رو برای من توفه کردی؟ در خاکی پاد میمرم اکای کنعان. لیکن همه این رو من از سیوال پنهانی کرده استادم. سیوال نفهمد مایلش اکا جان. اگر او فهمد که من از شما پول گرفتم باز از من جدا میشود. از نزدم نابود شو تایلاق. مرا از خیری کردم پشیمان نکن. رگم شو اکای کنعان خدا دستی چراغ داد. شفا یابد. من از شما راضی. شفا یابد اکای کنعان. خرسندی او را بینه. هر که خنداند نملکی خسته را باز یابد جنتی در بسته را. اینجا اینقدر جای زیبا بوده است من هیچگاه نآمدم. زیباییشان آنجاست. بسیار آدمان اینجا را نمیدونند. از همین سبب به اینجا میآیم. یعنی گریخته میآیم. از پلیس میگریزی؟ نه جانم. چی دانم از حیات از انسان ها بعضا از خودم. چون حالا به اینجا آمدیم چی کار میکنی؟ آخر چون به اینجا آمدیم یک پایهایمان رو با آب اندازیم. بیا تو هم پای افضلهایت رو برار. نه آب خنک است. زهرو چی اینقدر فکر میکنی؟ بیا یک آب بدشت. آخر بیا راحت میکنی.
اونقدر خنک نبوده است. کنی بیا زهرا، آب اونقدر خنک نیست. استراحت میکنی. خوب میدش. ای دستم رو دار. ای خنک. بالاتر کن. اول خنک است اما بعد عادت میکنی. ای خنک. بسیار زیبا و بهر در آمدن میخواهم. وزیر بله با خدا که جدی میگویی؟ بله. نباشه گیر. چیکار میکنیم؟ مایی سرم بیرون میشود. بیرون شود. همین دفعه نباشد گیر. در حقیقت کاری کرده اما بسیار اکرم لیکن هستیم. تو هم بسیار نازک هستی. الله زنی. همه جورم ترس شد. احمقا از عهده‌اش نبر اومدیدم. از شما تنها یک حجت پرسیدم. دفع شوید برایت. سردارم شاگردا رو خفه کردید. آنها تنها برای شما کار میکنن. شما چی قدر غضبیه؟ چی خوب آخر اژدها رو محکم کردید. به نزدیک هم سخرات و کلتکلت رو دستگیر میکنید. کمی راحت باشید سردارم. تو چی میگویی؟ دستگیر کردن؟ اگر من کلتکلس قاتل رو دستگیر کردم او را پوست کنم هم کم است. سردارم نغزین دلتان کلتکلس قاتل نیست آخر. تنها یک دوست مهربان است. لوینت، از پشت کلتکلس ما طفلمون رو از دست داده. بسیار راحت کرده من. بسیار زیبا. تمام. بس. مانند کودک. کمی بیا. خوب هستی؟ خوبم رحمت. خیز. چی شد؟ با کلتکلسی از دو برآمده مانندی. ها دویم شوخی های بی‌معنی داری ها؟ از همه چیز غضب دارم. بگو. نه تو بگو. نه تو بگو. بگو آخر زهرا چی؟ از خردیم به بر در آمدن رو دوست می داشتم، اما چون پایهایم خاک‌آلود شوند غضبی می شوم. من هم همین خیل هستم. یک وقتا یعنی تنها از این سبب در آمدن بحر رو پرت افتاد. آیدان چی شد؟ چرا اینقدر در هیجان افتادی؟ در دنیا باز یک کسی دیگر بوده است که به من مانندی داشته است. این رو بینی. ایا بلا زنند. چی شد؟ با نظرم با چشمم خاک در آمد. کنی کشو بینه؟ کشوده نمیتوانم. ایست یک ثانیه. انی اینش؟ هر دو یکش. تمام. پوف کن. کشو تمام. گذشت. خوبتر شد. چی کار میکنیم؟ میرویم هوا کمتر کنیم. بله میرویم. خاک رو چون با اون خشکی را تازه میکنم. ما رو با محله میبرین؟ میلش؟ بسیار خوب شد. کنی بیدا؟ دویدیم. سردارم خدا رحمتش کند. یعنی شما باوری دارید که یعنی این رو در حقیقت کلتکلس کرد؟ سقراط با کلتکلس همراهی کرده مرا کشتنی خواستن. از هیچ چیز خبر نداری. کاری شدگی به طفلمون شد. ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. در حقیقت بسیار روزی خوب بود. برای همه اش سپاسگزارم.
من هم بسیار خوشحال شدم. سپاسگزارم. باز تکرار میکنم. میشود. سلام کالتاکلاس، خوب هستی؟ تو را در جای کارم انتظارم. امیدوارم که میایی. دوست داشته کند بود. نه او نیست. جواب میدادی حیران میشدم آخر. اما انتظار شو بسیار کم مانند روزهای گذشته یک جای میشویم. تو فکر کردی که من تو را نمیابم کثافت. زیرو اگر من رو با محله بری بسیار خوب میشود. البته. پولهایم در کجایند؟ من هیچ پول ندارم. پولهای شرکت را دزدیده آدمان را به من دشمن کردی. از کفای من مافیا گذاشتند. آخرین بار میپرسم پولها در کجایند؟ در دست دوست داشتم. دوست داشتت کی است؟ بگو. تو مگر با عقل نمیشوی؟ یا بسم الله الرحمن الرحیم. مگر من با تو نگفتم که از بیت دور شو؟ مرا گوش کن. با این زوریت مرا از بیت جدا کردن نمیتوانی، فهمیدی؟ دوستش میدارم، عاشقش هستم میگویم. تو عاشقی رو از کجا میدونی داملو زیاودین؟ احمق، تو کی آدم شدی و عاشق شدی ها؟ مرا گوش کن. باز مرا لطو کوب نکنی ها، وگرنه دامادی ساخته بودنت رو به همه اعلان میکنم. حالا دامادی ساخته رو با تو نشان میدیم چی از دور میشوی. فهما دور میشوی، فهمیدی؟ حیاتت سوخت. از بلایت شکایت میکنم. تو حتما با محبس میروی. این چیگه پس هر هفته میزنی؟ Zorisio. اگر جان سقراط را از محبس گریزیدم نتوانم شاید این آخرین دیدارم مشخص کنم. زدنمون لازم. زهرا بسیار کاری تجلی دارم، بعد گپ میزنیم. برای رفتن مجبور هستی؟ بله. گپ‌های من بسیار مهم است یا کارهای تو؟ مالش خیلی چی میگویی؟ این راستا نمیشود. پگاه گپ میزنیم. خیر نباشد، پگاه گپ میزنیم. شب بخیر. شب بخیر. زهرا تو رو باز دیدم میتوانم. زهرا با کجا می روی کالتاکلاس؟ چرا در درون من حسی بد است؟ احساس می کنم که تو به دوره های دور می روی. این آخرین دیدار من نباشد. این آخرین دیدار ما نباشد کالتاکلاس.
خواهر جانم اگر دستگیر شوم چی می شود؟ چون تو رو نمیافتم چی خیلی جدا می شویم. خدایم با من کمک بکن، مرا از خواهرم جدا نساز. این چه تقدیر است لوینت؟ این چه تقدیر است لوینت؟ سالهای دراز ما صاحب طفل نشدیم. چون حاله حامله‌دار شد گویا که دنیا از ما شد. اما حاضر از همه چیز قیمتم رو از دستم گرفتن لوینت. کالتاک لاس گرفت. سردارم غمگین نشوید. ناامیدی عمل شیطان است. خدا به شما باز طفل میدهد. اما تو را میکشم کالتاک لاس. نمیشود سردارم. التماسی خیلی گپ نزنید. ما آدمان قانونی هستیم، قاتل نیستیم. میشود لوینت، میشود. او را میکشم. نهایت آمدی کالتاک لاس. باز فکر کردم که گریخته ای. خواهد نشد سکران. من شخصان دوست دارم را با آسانی ترک نمیگویم. خوب نباشد. اگر دوست داشته برایت عزیز باشد جیانم رو نجات میدهی. همه معلومات های محبس در بالای میز است. نقشه ساخت، معلومات کارمندان، وقتی در آمد و برآمدنشان و شناسنامه ساخته. تا سحر یک نقشه خوب بکن. باید موفق شوی. چرا در این وقت شب مرا به اینجا دعوت کردی نمیک؟ این چیست؟ حجت های خانمو. چی خیلی یعنی؟ نفهمیدم. تو سحر گفتی که تو بگه من خانه خریداری کنم با من اویلدار میشوی. منه چی خیلی؟ این رو چی خیلی گرفتی نمیک؟ کمتر در بانک پول داشتم، امروز باز یک کاری زور روغنی افتم عزیزم. راست میگویی؟ من کی دروغ گفتم؟ نمیک تو برای من معجزه کردی. خیلی خونه نمیگرفتی من با تو اویله دور میشدم. نمیک من تو رو کمتر سنجش کردم و تو از سنجش گذاشتی. اکنون باور کردی؟ بله باور میکنم، اما باپم اگر این رو بگویم باور نمیکند. آهسته آهسته میفهمونم. تو تنها راضی شو. چقدر وقتی خواهی با تو میدیم عزیزم. جگر تبخ کنی حجت ها رو ده بینم. منه مرحمت. درونم می سوزد و نه هیچ چیز مانند گذشته نمی شود. می شود جون، می شود. ما این رو هم پس سر می کنیم. من آن رو چقدر بسیار خواستم. من هم بسیار خواستم.
умедамонро канда будем. تمام جانم چقدر مشکل بودنش رو بسیار خوب میدانم اما با صاحب طفل میشوه نمیشود دیگر ما صاحب کودک نمیشویم اونال این خود معجزه بود نمیشویم کسانی این را به تو کردند همشون را میکشم به تو وعده میدم یگان تاشون را زنده نمیگذارم لوین بخیر است با تو یگان حادثه رخ داد با تو هم گفته تو رو غمگین کردن نمیخوام سیلین جانی من مگر این خیلی میشود یعنی چی شد بگوی من نه سردارم اونال با که اونال چی شد که واقعی از همه دردناکی بر سری پدر و مادر می اومده رو پسی سر کرده ایستادم لوین تو چی میگویی چی رو پسی سر دارد ینگه علیرم بچهش مرده آیا خدایا لوین باز خطا نکن یعنی اگر این خیلی میشد زورو انیق با من میگفت با فکرم او غمگین شدنی تو رو نخواست از همین سبب نگفت این حادثه چه خیلی رخ داد کارتکلاس نقاب زاغیسا رو پوشیده هنگام دوزیده شدن کمیسر با ینگه حل آسیب رسانیدن نقاب زاغیسیا رو بله کارتکلاس بعضا خود رو زاغی سیاه میگیرن چی خیلی آخر؟ کارتکلاس و زاغی سیاه یک آدمه؟ بله یک آدمه چی خیلی آخر؟ سلام علیکم علیکم سلام دوملات اینجی است پسرم کار ما با گمراهان و بدرفتاران راه نشان دادن است در داخل یک برادر گمراه همان است او را نصیحت کردن آمدم دوملا او را خوب نصیحت کن تا دیگر به اینجا نآید البته ما تشکر از من خبر رو انتظار شو تو را از اینجا میبرارم فهمیدی؟ با هیچ کس دستگیر نشو دیگر لباس نیفتی پوشی با من نمیزیباد من دوملا هستم چی؟ این رو یک طرف گذار تو را از اینجا برآوردنم صحت بیمار فهمیدی؟
هنر رو بین بوی رو فهمیده است. حیات دارد دومی مرا نمیگذارد. این حریف رو در حال از اینجا برآوردن لازم. سردارم با کار شما همراه شدنی نیستم، اما میخوام که یک سوال از شما بپرسم. پرس. ما در داخل ماشین در نزد محبس چی کار میکنیم؟ چی رو انتظاریم؟ سقراط و کلتاکیلاس آدم خودشون رو با تقدیر خودش تنها گذاشتن نمیخواهند، چون که برای کلتاکیلاس و سقراط اژدر مثل کلید است. سردارم از برای خدا این خیلی نکنید. یک کنای پبیگ از تورمی نیسته که برای شما با فکر می بیهوده آمدیم همینجا. لابا هجری استاد سرم رو یک سوال آمیخته کرده ایستاده است. سر تو رو آخر من البته یگان سوال داشته باشه بپرس، میتوانی پرسی. استاد یک کفن برآمده است تماما نمیسوزاند. چی گفتیم؟ اگر کفن میسوزاند؟ استاد در آتش تماما نمیسوزد. ما کفن با فکرم متوجه شرمین است. از همین سبب شاید آتش به او تاثیر نرساند. میگویم یک تخرم استاد. هنگام سوختن در دوزخ به همین هم کفن را میبروری، باشد هم کار نمیآید. خیر استاد، یک تو خریده در خانه میگذارم. گیر هجری، هیچ نشد پردهش میکنی. هجری این کفن در آن دنیا به کار نمیآید. میدونی در آن دنیا چی به کار میآید؟ ایمان پسرم. تمام؟ خدا از شما راضی باشد استاد. خدا هم از تو راضی باشد. تا بازدید. مایلش استاد. ماشاءالله این رو همدام است. جانم خوش آمدی. خوش باشی. سلین جان آمدی بود، چرا بی خبر آمدی؟ اما آمدنت خوب شد. چی شد سلین؟ زورو زوغیسیو. خوب. زوغیسیو کلتاکیلاس بوده است. کی این رو به تو گفت؟ زهرا تو چرا حیران شدی؟ یعنی یوگی تو این رو میدونستی؟ سفسته نگو، از کجا میدونم؟ تنها باور نمیکنم همش همین سفسته. چی دونم؟ این رو لیوین گفت. اپای حاله تیفلش رو از پشت زوغیسیو افتانده است. چی خیلی تیفل؟ آخر اپای حاله تیفلش رو افتانده است کن. من برای همدردی کردن اومدم، او در همین جاست. تیفلش رو مرده است. تیفلش وفات کرد. تیفلش وفات کرد. زورو من در حقیقت نمیدونستم. زورو فکر میکردم که میدونی. وفات کرده است. مرا ببخش. عذر میخواهم. سلام علیکم. علیکم سلام. سرکمیسر اونال از شعبه پلیس اومده. من جانشین همین کمیسر لوینتی روزی بکستم. ممنونم. منم ممنونم. برادر وای به نزد اژدر ارتینویچل یکون کس آمده بود؟ دفتر رو دیدن میخواهم. به داخل چل میدرویی؟ این سیری کسبی هم میباشد. کسانی که این را باحالی کردند خدا نشان دهدشان انشاءالله. اونال از کلتاکیلاس اگر یک مراتب نفرت کند، من 1000 مراتب نفرت میکنم. به نبیره تولد ناشده من ضرر داد. از این پس دشمنی از همه کلانی کلتاکیلاس منم.
آخر سردارم این آدم نه با ما بستر آمده است به زیارتش هیچ کس نامده است باور کنید یگان آدم در فکر و خیال اژدهار نیست خودتون غم ندید هست لوین هست انا بین کریم کرما کنی رسمی این رو تشخیص کنید مالش میبینیم سردارم یک رسم رو دیدنی کریم کرما تشکر زیاد سردارم کریم کرما در قید بوده است اما یگان حرکت دیده نمی شود شناسنامه‌اش ساخته بوده است فهما در این کار چیزی هست کریم کرما امشب فرار میکنیم در مکان گفته‌تان آدماتان را میگیرید зӯҳро калтакелас будани зоғи сиёҳро медонистӣ албатта аз ҳамин сабаб бардавом гиря мекардӣ ту ба калтакелас ошиқ шудӣ илова бар ин баъди ниқобашро кашидан ҳам ҳоло ҳам ошиқӣ барои ҳамин гиря мекардӣ зӯҳро ягон чиз бигӯ хомӯш наист яъне одам агар дуздиёе ки гурези қонун бошад ҳеҷ гап не аммо ӯ аллакай қотили ҷияни таваллуд нашудаат аст چرا در حال نگفتی؟ در برات بودن نتوانستم شما رو غمگین کردن نخواستم بابا جان باز ترسیده بیمار میشوید گفته کمی هراسیدم حالا بسیار جوان هستید صاحب بسیار کودک میشوید باید راست نیستید چنید نبیرم از دست کی مرده باشد کالتاکیلاس این رو او کرد پس تو چرا در این جایی؟ قاتل طفلت چون در بیرون آزادانه سیر و گشت کرده ایستاده است تو چرا در این جا ایستاده ای؟ او را دستگیر میکنم چل دستگیر کردن سفسطه‌گویی را بیمان مرا گوش کن اونال مرا گوش کن آن کالتاکیلاس را ناکشته به این خانه قدم نمیزنی مرا فهمیدی؟ بیرو لابای سکرون وضعیت خیلی است همش تیار است حاضر آغاز میکنیم مایلش به مکانی که جیانم رو میگیریم رفته ایستاده ایم شد جواب نداد از دین شب باشد خبری نگرفت مگر تشکر نقشه کشیده ایستادن اما چی خیل آخی سردارم چی خیلی نقشه از برای خدا با فکر من شما بسیار فیلم امریکایی تماشا میکنید از محبس مگر آدم را گریزاندن همین قدر آسان است در بروتو جانم
خونده نباشید قماندان. تشکر برادر. خفه نشو برادر. مسئله حیات و ممات است آخر. نباشد و تو فشار آورده به اینجا نمی آوردم. یادگار کجا شد؟ تو کی هستی؟ احوال یادگار ناخوب بود از مرا به جایش فرستادند. باور نکردم و خیمه ایدش. با او هم بردار. در دوام 1 ساعت اژدر در همینجا می شود. حالا مرا خوب گوش کن. یکی از این کلیدها کلید در دوم محبس است. دیگرش باشد کلید دروازه است. نیمی شب یگان کار کرده خودت را با کسلی انداز تا که تو را به بیمارخانه برند. حاضر خالی است. محافظ تو را با آنجا برده می براید. بعد از برآمدنش در زیر بالینت یک لباس کارگری محبوس را میابی. آن را بپوش. یگان کس یگان چیز پرسد کرانی آشخانه ویران شده است میگویی. و آن کلید خوردیش کلید دری آشخانه است. من برق را خاموش میکنم. تا با کار در آمدن گنراتور 20 ثانیه وقت داری. در اون هنگام سیستم کامیرا ها کار نمیکنند. فهمیدی؟ در اون 20 ثانیه از آنجا برآمده خودت را به حولی پرتافتنت لازم. در اونجا تو را انتظار میشوم. با احتیاط باش. آخر سردارم بینید از سر باز پاییده ایستادین. با کارتون همراه شدن نمیخوام. از سر توهی را در دهانت خوراک نبردین. گشنگی را نمری بود در بلای. نه لمن نه. در اینجا چی کاری شده ایستاده است؟ اما چی؟ تو خط کن آمدم. محافظ! چی شد؟ محافظ! نمیدانم بسیار درد دارد. با فکرم سنگ گرده هم است. کنی خیز رفتیم. کنی اینجا شیم. در نیم ساعت دکتر رسیده میآید. من به تو نگفتم که در اینجا چه گپی هست لوند؟ آخر سردارم آرام شوید. بسیار پریشانید چون بر خاموش گنراتور با کار میدارد. بیستید بینید گنراتور با کار در اومد. آرام باشید سردارم. میگن 1000 دانه باشه یک بار از لیوین بپرس.
باتگی ماشین دارم باید رو بچسبون مستحکم دارم مرحمت بر شما راه سفید. سردارم شما در خط بسیار خنده‌آور هستید. مگر در دولت ما از محبس آدم گریزاندن همین قدر آسان است؟ مگر اینجا برای شما گوانتانامو است؟ لوین سفسطه‌گویی را بس کن. چرچشمت رو از محبس دور نکن. سردارم بینی سهر میشد. ما بیفایده انتظار میشیم. یگان حرکت نیست. حتی برگی درخت نمیجومد. التماس به خانه رویم. مرا خوب برده استوده سردارم. لوین البته که برگ نمیجومد. من تو گفتم که این حریفان استاد کسبشون هستند. چی شد؟ چی شد؟ انا دیدی با فکرم او فرار کرد. سردارم سراسیمه نشود این بانگ سنجشی ای. حالا سنجش رو به تو نشان میدیم. بدم لوین بدم. نهایت لباست رو عوض کرده توانستی کلتکیلاس. اژدر این سو گذار. تمام. دیگر به کاری من دست نرسم کلتکیلاس. من اگر برای نابود کردن یگان کس قرار دهم به این باید اطاعت بکنی. دیگر مرا با دوست داشته هایم سنجش نکن سقراط. این آخرینش. خانم بتول شما با کدام رویتون به مقابل من میبروید؟ برویتون چی شده است؟ داملو زیاد کرد. باور نمیکنم. گوش کنید شما با او بسیار باور میکنید اما او آنقدر آدم خوب نیست. اگر خواهید بیایید به درون درویم. نو از اکسپرتیزا برآمدم. تمامی معلومات نامه ها را گرفتم. معلومات نامه؟ بله. از بالای دومولوزیو شکایت میکنم. نه نکنید. یعنی این خیلی کارو نکنید جناب سمی. التماس. چرا؟ جزای این کار کردهش رو در محکمه میکشند. حالا رفته از بالایش شکایت میکنم. با فکر من شما هم باید شکایت کنید. با حیات شما سر و کار میگیرد که؟ چه سر و کار؟ خانم بیتول من به عقل نیستم. از او دوری جستنتون رو میبینم. شما رو تهدید میکنید. چی؟ تهدید میکند؟ چه خیلی تهدید؟ من رو هیچ کس تهدید نمیکند جناب سمی. چی ها میگوید شما؟ تمام مایلش. به حیات شما احترام دارم. من حالا رفته شکایت میکنم. اکنون خودش فکر کنید. تو بازدید. جناب سمی. الو به نزدیک کلینیک یک تاکسی روان میکنید. بسیار تعجیلی است لطفا. تشکر زیاد. تو را زنده نمیگذارم کلتکیلاس. تو را زنده نمیگذارم. به کجای نروی، به کجای پنهان شوی، تو را میکشم. میکشمت.
باشد. تشکر. سامی کلتکیلاس زهرا یگان چیزی بد شد؟ قاتل طفلی اپم تو هستی مگر جواب ده. چی؟ چی میگوی زهرا؟ دیوانه شده ای مگر؟ من از چیزی خبر ندارم. آدمانی که از نی اونالم را دوزیدن با اپم فشار آوردند، طفلش را افتاندند. آدمانی تو کردند، راست است؟ آدمانی من؟ من مگر مفهم که آدم داشته باشم زهرا. من در حیاتم آن خیلی آدم نداشتم. تو چی خیلی با این چیز باور میکنی؟ من اکنون چی فکر کردن به کی باور کردنم را نمیدانم. گوش کن زهرا، اونال رو دزدیدن، کشتنی بودن، دشمنی اشدی من، اما در حالت این رو شنیدن رفته حیات او را نجات دادم. اون تو بودی؟ یزنه اونالم برا کی نجات داد گفته پرسیده ایستاده بود، مگر تو بودی؟ این را برای تو کردم زهرا، تو غم نخوری گفته، اما من حیات اونال رو حتی به یگان تردد نجات دادم. تو از من کشتن و نکشتن یک طفل رو میپرسی؟ من مگر همین قدر آدمی پستم؟ یعنی این رو چی خیلی تو فکر کرده میتوانی؟ نه، یزنه اونالم چنان باور دارد که کلتکیلاس کرد میگوید، بسیار باوری دارد. زهرا اگر با من باور نکنی، من به تو باوری دارم کلتکیلاس، اما تمامی آیله من به تو دشمنند. بابایم حتی به یزنه اونالم تو کلتکیلاس رو نکشی به این خونه قدمت رو نگذار گفت، اما من به تو باور دارم. گوش کن زهرا، من میفهمم تو با من حتی باور کنی آیله در حقیقت کی بودن من را اگر بفهمم با نقطه آنها را از دست دادن میویی. در آن وقت برای همه چیز بسیار دیر می شود. من اکنون باید یکم کار کنم، فهمم؟ چی گفتم میخوایی؟ اکنون من باید از حیات تو دور شوم. از این دقیقه پس موجودیت من به تو ضرر می دهد. رفتنم لازم. نرم. نرم زاغسیو.